خب دوستان، میخوایم با دوستم سام صانعی میخوایم این درخت رو بکاریم. این درخت اسمش چی بود؟ سیکاس. درخت سیکاس. میخوایم با دوستم سام صانعی این درخت رو اینجا بکاریم چون این بالا فضای محدود داره، باید بتونه تو این فضا رشد بکنه. اینجازه؟ نه. خب الان اینجا رو جاشو درست کردیم، آماده کردیم. برای کاشتن این درخت به چی احتیاج داریم؟ به یه دوست، به یک کلنگ و به یک بیل. خب باریکلا، الان من کلنگ زدم. آفرین، به 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 به، باریکلا. آره خوب در آوردی، آفرین، باریکلا. خیلی عالی زدی، خالی کردی، باریکلا. خب اینو الان این درخته رو فعلا گذاشتیم این تو. حالا میخوایم گلدونش رو در بیاریم، دورش خاک بریزیم. دوست عزیزم هم داره گلدونو میکاره، قابش هم داره در میاره گلدونشو. آفرین، درخت رو کاشتیم. حالا سامی داره خاک میریزه دورش، پر میکنه، سنگ توش نباشه. آفرین، بغلش. آفرین، وای چه حرفه‌ای. دور پاتو بذار روش، صفر شه خاکش. شما قشنگ. آفرین باریکلا. به چه درخت خوشگلی کاشتی، خیلی قشنگ. آفرین، چقدر وارد. خب تموم شد؟ خیلی خوب، تشکر، مرسی. کجا دویدی؟